ما رنگ نارنجی برابر با اتمامه. هدف ما تو این ویدیو گرفتن یه دایمند به شدت خوشگله. خب بریم که استارت کنیم. اول از همه یه درخت خوشگل اینجا میبینیم که شبیه او آجی تو این قارا میتونم یه دایمند به شدت زیبا پیدا کنم، ولی خب اول از همه بریم که یه جای خوشگل پیدا کنیم. اینا که قهوه‌ای هم برخورد باهاشون مشکلی نداره. خب آجی این غار خوبی ها، میتونیم بپریم داخلش. خب سری چالشو به اتمام برسانیم. اوی اگه با این مثال حاجی این مثال نه چی بود؟ حاجی گرانیت نارنجی حساب میشه؟ تابله رو باز میکنم. تیبل نه تابله این اشتباه اسمشو میگیم. حاجی ما برای کندن یه دایمند خوشگل نیاز داریم که یه آیتم زیبا به اسم آیرن رو پیدا کنیم. بهترین آیتم بازی. برای محافظت از خودمونم یه شمشیر در شب بگیرم. نمیدونم چرا این چه منطقی تو ماینکرافت که باید در شب بگیری. بریم سمت آیرن زیبامون. آیرن زیبا. خب سه تا آیرنمون هم چون شده، ما بهتره شیلدم بسازیم دیگه. پس بازی لجی نکنه. سب کن دکمه سابسکرایب گذاشتم. ساب کردی من دم بازی هم کرد. یه تا آیرن زیبا دارم. من کرافتینگ تیبلمو فقط باید پیدا کنم توی وضعیت. تنها چارم همینه. این زامبی هم که اینجاست. حاجی این آبی که اینجا گذاشتم نجات هم داد. سب کن لایک رو دیگه بزن. گفتم دیگه این کرافتینگ تیبل هم بی شوخی کجا گذاشتم. اوه نه